امروز میخوام برم توی یه دونه سوپرمارکتی که این سوپرمارکت کره‌ایه. یه چرخ توش بزنیم ببینیم چی داره چی نداره. یه فیلم کوتاه هم براتون بگیرم و ببینیم که این کره‌ای‌ها چی میفروشن تو مغازشون. یه چرخ برداریم و بریم تو ببینیم چه خبره. وای چه کیکایی دارن. به زبون خودشونم روی اینا نوشته. ببین به زبون خودشون روی همه اینا نوشته. ما واقعا نمیدونیم اینا چی هن. از روی قیافه هاشون باید حدس بزنیم که اینا چی هن. مثلا فکر کنم این تورد خودمون باشه، چون میدونیم که به زبون ما نمی نویسن. یعنی منظورم این که به زبون انگلیسی هم ننوشتن. بعضیاشون فقط به زبون انگلیسی هم. نمیتونه چیپس باشه، جوابش تو شیرینیه. خیلی توی خوراکی ها اینا با نمک هم. فیلمه هستش همدیگه رو میکشتن. این بیسکویتاشو اینجا میفروشه دیوونه ها. این سوپر از سرزمین نودله، یعنی انقدر تنوع نودل اینجا زیاده که اصلا آدم نمیدونه باید چی بگیره. خب دیگه طبیعیه دیگه، سوپر کره‌ای و غذای اصلیشون نودله. ببین تمام مدلاش اینجا، مثلا یکی با فلفل، اصلا یه سریش با آرد نیست. مثلا اینورم باز یه سری دیگه نودل ها هستش، مثلا با آرد برنج و مثلا با آرد سیب زمینی و آرد لبو و اینا باشون نودل درست میکنن. سرزمین نودله، یعنی اگه عاشق نودل باشین بهتره که اگه اینجا یعنی آمریکا هستین بیاین تو این سوپر کره‌ای و یه انتخاب خوب داشته باشین، برای اینکه تنوع خیلی خوبه. بعد رو هیچ کدومشون هم انگلیسی ننوشته، باید از عکساشون خوشتون بیاد و بعد بخرین. جعبه های خیلی بزرگو داره، مثل برنج ما ایرانی‌ها غذای اصلی اینا نودله. میگم یه لاین به این بزرگی رو فقط برای نودل گذاشتن. ببین اینا یه فریزرایی دارن، ما اومدیم همجوری درش وازه. فکر کنم غذای این چیه الان؟ این برنج پخته با کینوا و آره مولتی گرین با یه سری از این دونه‌های بلوط هم داره. این چیه؟ این پنیر آب شده است. پنیر آب شده. یه دونه دیگه هم داره، این شکلاتیه. این دارچین و شکلاته. یه چیزای خیلی عجیبیه به نظر من، خوراکیاشون خیلی عجیب. این توش باید پنیر باشه. اینا غذاهای فریزریشونه. این توفوه. اینم توفو کریسپیه. اینم قیمتاشونه. بد نیست، قیمتاشون خیلی گرون نیست. این چیه؟ کیمچی. وای این کیمچیه، ولی چرا تربچه کامل کیمچیه. اینا رو ما تو فیلم ها میبینیم، من همیشه دوست دارم امتحان کنم. ببینیم ما دیدیم تو سوپرمارکت همون غذای بسته بندی داریم. ببین اینا سوپو توی بسته ها میفروشن. این سوپ توشه. این نودل آماده شده است تو سس. این رامن و نودل آماده شده تو بسته بندی خودشه. یه مدل دیگه نودله. یه مدل دیگه سوپ خیلی با نمکه. حالا دیگه نمیشه همه رو بهتون نشون بدم. من فقط میخوام بگم که ببینید، یعنی این ظرف سنگینه، انگار همین کاسه با همین عین این عکس توشه. شما فقط میبرین میذارین تو مایکروویو و گرمش میکنین. این با گوشته. اینم قیمتاشه. یه فیلم از اینجا واسهتون میگیرم، شاید شما مثل من عاشقان غذاهای کره‌ای باشین. فکر کنم این باید ریشه یه سبزیجات باشن. اینا ریشه های سبزی. این ماهیه، نه نوشته دیگه شبیه ماهیه. نظرت چیه؟ آنچوویه دیگه. آره آنچووی میشه ماهی. این خیار تلخای دریاییه، اینا خورد میکنن، شبیه انگار مال گل نیلوفره. آره دیگه گل نیلوفره. یه سالاد سیب زمینی که هیچی. تخم مرغای بلدرچین رو تو سویا سس میفروشن. اینم تخم مرغ معمولیه باز تو سویا سس. اینا بغل غذاهاشون میذارن این برگ‌های سبز سیوید و اینا توفوهای مرینیت شده با طعمای مختلف. اینم که با سسه. اینا رو میگیرن، خب برنج درست میکنن، یه ماهی هم سرخ میکنن، اینو میذارن کنارش، قارچ و انواع ترشی. اشپل ماهی. اشپل ماهی هم دارن.
استانبولی پلوی داغ پیدا کردیم ما اینجا هم که یه سری غذاهای آماده شونه، چیکن و سالاد کلمه، اینم چیکنه. اینا رو دیگه حاضر کردن، شما میرین راحت میگیرین و دیگه میتونین گرم کنین. اینا هم چیکنه، میگم چیکنه، اینا ماهیه، باید خیلی خوشمزه باشه، خوب کریسپی شده. و اینا منبع کتلت هایی که اینا دارن، کتلت کیمچی، اینا داغ اینا رو میفروشن. کلم و اگرول و اینو نگاه کن چقدر باحاله. این از این موکارانیاست، رایس کیکه، موکارانیه دیگه. وای وای وای، اینا رو تو کارتون ها هستش. اوشین میخورد، نه اینو اوشین میخورد، اینو ایکیوسان. یه پلوی قرمزه که البته تو عکس خیلی معلوم نیست، خیلی اینجا پرطرفداره. اینم پلوی معمولیه، اینم سوسیسه که با خون خودش پخته میشه. ماهیای فریزری که من تا حالا هیچ جا ندیدم. اینا جعبه هاشه، میبری فقط گرمش میکنی، قبلا سرخ شده. اینا هم که مدلای مختلف دیگه، سرزمین ماهی دیگه. آها اینا رایس نودله، ببین اینا با برنج درست شده، اینقدر خوشمزه است. بکنم دیدین دیگه از اینا تو این فیلمای ژاپنی. مثل موکارانیه که سایزش خورده بزرگتره. این توشی ها رو میزنن، کیمچی ها رو تو کیسه گره میزنن میفروشن، یا اگه بخواین تو این دبه ها میتونین بگیرین. این خیار کیمچی با کلمه، با کاهوه دیگه. جونم براتون بگه که این چیزه کالاماری اسکوید، آره اون کاملشه. هشپاه دیگه، اینا بچه هشپاست. اینم لابد کرم دریایی، چه میدونم چیه. آها اینا جیگره، جیگر خوکه. اینم که پاچه خوکه. اینم ژلاتین احتمالاً باید باشه دیگه. خلاصه اونام که بسته های سیویده. و قسمت بانمکش میرسه قسمت شیرینی فروشیشون. به نظر من اینا شیرینی های خیلی عجیب غریب و نرمشونه. اصلا من نمیدونم این شیرینی ها چیه، ولی حتما خیلی دوستشون دارن دیگه. من فقط میتونم براتون فیلم بگیرم بعد یه جمله بگم نرمه. بیشتر شیرینی هاشون نرمه، حتی اینا که با آجیله هم نرمه. من اصلا هیچ آیدیایی ندارم درباره شیرینی هاشون، تا حالا هم نخریدم و امتحان نکردم. این یه ذره آرد انگار روشه. ببین فقط این که میتونم بگم اینا نرمن خیلی. توی شیرینی به نظرم اینا خیلی نمیدونم، به نظرم خیلی خوب نیستن. اینم قسمت شیرینی ها. اینجا هم سوشی هایی که به صورت شیرینی درست شده. اینجا هم یه سری کیک هاست و این همون رایس نودلی که بهتون گفتم، این با برنج درست میشه. این از نودل اینا داشتن یه لین فقط کیمچی دارن، میبینی یه لین کامل از انبنی اینقدر متنوع، یعنی اینجا فقط کیمچی و گرفته تا ته کیمچیه. اگر که اینجا این یعنی آمریکا هستین میخواین یه سوپ گرم خیلی خوشمزه بخورید، میتونین میسو سوپ بگیرین که با توفو و سیوید قاطی میشه. اینا سوسیه که یه قاشق غذاخوری از اینا رو میریزین توی آب جوش و بعد اینکه توفو میریزین توشو نوش جان میکنین. عکس میسو سوپ هم روی این هست، نگاه کنین. توفو سیویده با یه قاشق از این. خیلی هم این خاصیت داره، انواع مختلفش هم هستش. و اما قسمت چایا، چون ما هم خودمون سر در نمیاریم دقیقا اینا چه چایاییه، از این قسمت چایا خیلی با سرعت میگذاریم، هیچ وقت هم نمیخریم چون دقیقا واقعا نمیدونیم توشون چیه. یه حدسایی از روی عکس‌ها میشه زد، مثلا جینجر داره یا چی، ولی کلا چون نمیدونیم کلا ما هیچ وقت از این قسمت چایا خرید نمیکنیم. ببینین آخه کی میره چای لوبیا بخره؟ ما نمیدونیم چیه، خب نمیخوریم. به همین حالت اینام چایه، اینم چایه دم میکنن، اینا همه چایه. ولی مثلا آدم فکر میکنه اینا دونه ها و ادویه است، ولی اینا همه چایه و باب جوش دم میکنن. این برم یه سری دیگه از چایاست. این که مال پاریسه، اصلا ربطی به رستوران کره‌ای نداره، ولی اینا اومدن یه شعبه از این پاریس بیکری و اینجا گذاشتن و شیرینی‌هاش هم آوردن اینجا. شاید بهتون بگم این بهترین و خوشمزه ترین شیرینی فروشیه که توی کالیفرنیا است، که هم پیتزای کوچولو میفروشه و هم انواع شیرینی‌های خیلی خوشمزه که هر دفعه
به صورت متنوع تغییر پیدا میکنه. یعنی دوست داری همش رو امتحان کنی. واقعا شیرینی‌های خوب و تازه‌ای هم داره. ساعت هم زدن؟ آره، چه نکته اشاره کردی. ساعت هم زده که این فتش هم پختن. اینجا رو ببینیم چقدر اینو خوشگله. باید برگردیم بیاریم از این شیرینی‌ها در انتهای خرید برداریم. یه سری کیک هم هست که اینجا دارن. منتها این قسمتش دوباره کره‌ای میشه. اینا همون کیک های زرد تخم مرغی لرزونه، اینا رولتاشونه، اینا ساندویچشون. میدونی که اینا این قسمت کره‌ایه دوباره. آره، اینجا هم که دنیای شکم پراست دیگه. اینا هر کدوم مثل کوکوه، توشون یه چیزی هست. اینا که نونای دارچینیه، این برم که اپل پای و اینا خیلی خوشمزه است. این کافیا دیگه جونم براتون بگه. نون کشمشی مثل مال ایرانه. این عین مزه مال ایران رو میده. جاتونم خالی. محبوب همه مردم دنیا، چون که ما تو فیلم ها همیشه میدیدیم که اینا ساکی میخورن. برای منم خیلی جالب بود. بعد اینجا ساکی واقعا هم گرونه. ببینی الان $59. ما هیچ وقت امتحان نکردیم. من حتی نمیدونم مزهش چجوریه، اما تو این شیشه ها مثل دوغ هم میفروشن. بهش میگن عرق برنج که من اینجا واسهتون حالا فیلم میگیرم. این نوشیدنی‌های مخصوص خودشونه که فقط توی مغازه خودشون پیدا میشه. مثلا این با انار درست شده و من واقعا اصلا نه اطلاعاتی در مورد این قسمت دارم نه هیچی. فقط این که من تو فیلم ها زیاد میبینم که اینا رو باز میکنن. عکس میوه داره، هندونه، و اینکه این جعبه هدیه میدن. این جعبه رو برای کادو دادنه. و اینا حالتش چجوریه؟ مثل دوغای خودمونه. کفش اینجوری غلیظه، تکون که میخوره به آبش قاطی میشه. اصطلاحاً بهش میگن عرق برنج. جعبه ایش هم اینجا میفروشن که همه میگم به زبان خودشون نوشته شده. اینا مثلا شاید ساکی های خیلی معروفی باشه. $89 قیمتشه. این مثلا برای هدیه دادن $110. اینا مشروبای گرون قیمت ترشونه. اصلا حتی هیچ ایده‌ای ندارم که این چیه. شبیه الکله، ولی شبیه عطره، ولی دو قسمت الکلاست دیگه. اینم ساکیاییه که برای هدیه دادن تو باکسه. اینم ظرف خوردن ساکیه که اینم جعبشه. یعنی میگیری که میریزی توی این میخوری. اگه اشتباه نکنم، ببینیم ما ممکنه خیلی اشتباه کنم چون زیاد اطلاعات ندارم. مثلا اصلا نمیدونم این چیه، ولی مطمئنم که مشروبه. ولی خب دیگه فقط خواستم براتون فیلم بگیرم چون برای من همیشه خیلی بامزه است قیافه مشروبای اینا. عجیب غریبه. اینا یه مشروبایی که تو کوزه است. اینا همون ساکی هست که بهتون گفتم. الان اینو نگاه کنید، یه چکش داره و اینو گذاشته اینجا. شما وقتی که میخرین باید با چکش اول این کوزه رو بشکنین، بعد اون بطری رو از توش در بیارین و نوش جان کنین. کار بامزه است دیگه. راستی الان از یکی سوال کردم، گفتم بهتون بگم. اینایی که بهتون نشون دادم روشم نوشته بود اینا ساکیه، مثل آب میمونه. من واقعا هم نمیدونم چه تیستی داره. حتما خوشمزه است دیگه. حتما برای ژاپنیا خوشمزه است یا کره‌ای‌ها. ببین نگاه کن، مغازه کره‌ایه. هیچی هم لباس نداره ولی همون مدلایی که داره انگار تو این سریالا میپوشن. این دو نفرم خیلی اینا بانمکن. مغازه کره‌ای دوستان. من که تا حالا ندیده بودم این قسمتو. بسته بود همیشه. خب بیایم صندم این یخچاله. اینا تو سوشی دیگه میدونیم که کره‌ای‌ها باید بهترین قاعدت هم باشن. به به، میز مهمانات. این برای عروسیاشونه. ساشیمیه. گرونه خیلی، نه؟ $49. وای دوستان این خیلی ماهی گرونیه. مسکه ما که نخوردیم، اونایی که خوردن بگن خوبه یا نه. اینم بقیه مدل سوشی های دستسازشونه. اینجا توی اون اتاق درست میکنن آشپزای کره‌ای و ژاپنیشون. اینجا هم سس واسابی رو میگیری و من هنوز به این قیمت متعجبم. $49 کی میره اینو بخره؟ بیا یه دقیقه وایسا.